آیا درس میخوانی؟ نه خاله. چرا درس نمیخوانی؟ حالا مجبوری است خاله، نه دیگر کار دیگر نپره از کار ندارن که کنه. خب در درسایت آیا کوشش زیاد میکنی یا فکر زیاد بالای عزیز که باید کار بکنی پول پیدا بکنی؟ خب میشه هم کوشش اردی شدم. زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که ما چون گپ از کارا کم شد، یک دو سه هفته شده. از این پیش در یک سال فضل خدا الحمدلله خوب بود. داده سردی تا یک دار. خیلی خوب دوستای عزیز، این جوان عاشقم برآمد دیگه. عاشق نیستم، دوست دارم. عاشقی حال دو روزه هستم. یعنی چه خاطره یا خاطره زندگی خوش در زندگی داری و یا خیر؟ بله چطور میام شکر جان موجود است، شکر که برای کار میشم، اگر نشه خونه چی بخوریم. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال بوده، لباس عافیت به تن داشته، از گزند روزگار در همان باشین. دوستان عزیز، باز هم من ادا محمدی باز یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. دوستای عزیز، امروز ما به ساحه سینمای پامیر کابل آمدیم تا از مشکلاتی که در زندگی مردم در این اواخر رونما گردیده باشون صحبت داشته باشیم و بتانیم که مشکلات از اونها را رونمایی کرده و بتانیم یک تغییرات در زندگی از او به وجود بیاریم. دوستای عزیز، تا آخر برنامه ما را همراهی بکنین و از داشته برنامه ما لذت ببرین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما چینل ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دهید. دوستای عزیز، ما با یک تن از اطفالی که در روی بازار بعد دست فروشی میکنه باشون صحبت می داشته باشیم و باشون صحبت میکنیم که چی مشکلات باعث این حالت در زندگیشان شده. سلام عزیز. و علیکم خاله، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر از خاله. اسمت چیست؟ عادل. خب چقدر چند مدت میشه که داری روی بازار دست فروشی میکنی؟ حالا زیاد میشه خاله، 4 سال میشه. آیا درس میخوانی؟ نه خاله. چرا درس نمیخوانی؟ حالا مجبوری است خاله، نه دیگر کار دیگر نپره از کار ندارن که کنه. در خانه بدون خودت آیا کسی دیگری هم هست که کار بکنه؟ نه. در خانه چند نفر هستی؟ 12. خب تو که با این دست فروشی که خلطه هایی که مفروشی در شهر، آیا میتونی که خرج و مصارف فامیلت پوره بکنی؟ حالا خاله بس شکر میکشم، میشم موقع میشه که خانه خرج شود. خب تو من حیث یک کودکی که در روی بازار دست فروشی میکنی از دولت خواهان چی هستی؟ چی میخوایی؟ والله میخوام که بر ما کار جور کنه که مکتب بخوانیم، درس بخوانیم، یک چیز شویم. خب از این که آینده وقتی که دست فروشی میکنی آینده خودت چگونه میبینی با دست فروشی که در بازار تو میکنی؟ والله خاله نمیشه، والله اگر بپامه. آیا کدام خاطری خوش در زندگی داری یا خیر؟ نه. نداری؟ نه. بهترین آرزویی که در آینده داری چیست؟ ندارم خاله والله. چرا آرزو نداری؟ نه خاله. یعنی هیچ آرزوی در زندگی و در آینده نمیبینی؟ نه خاله. دلیلش چیست؟ والله هم خالتر هم میپرشم دیگه چیز. دوستان عزیز، یعنی این یک صحنه خیلی غم انگیز است که ما با کودک روبرو میشیم وقتی در کشورهای دیگر میبینیم خیلی آرزوی بر سر دارن کودکانشان، ولی اکنون در افغانستان ما از کودکی میپرسیم که آیا برای آینده خود چی آرزو داری؟ میگوید که من هیچ آرزویی ندارم. دوستان عزیز، این سخت‌ترین لحظه در زندگی یک کودکی است که دست فروشی میکنه. همین ما در زندگی خود آرزوهای خیلی فراوان داریم، ولی متاسفانه که کودکان ما با این حالت در افغانستان روبروست. سلام عزیز. سلام. خوب هستی؟ آشکر. نمک شیرین چیست؟ انیف. انیف جان، چقدر وقت میشه داری بازار کار میکنی؟ 1 سال. انیف جان، آیا درس میخوانی؟ بله. صنف چند هستی؟
امسال صف 3 شدم. خب چندم نمره هستی شیرینم؟ اول نمره هستی؟ خب در درسایت آیا کوشش زیاد میکنی یا فکرت زیاد بالای عزیز که باید کار بکنی پول پیدا بکنی؟ خب میشه هم کوشش اردیش دارم. کوشش اردیش داری؟ عزیز دل آیا بدون خودت که از در فامیلت کار میکنه؟ یک معصوم یک بیادر دیگه ماست خلاص. خب انیل جان چی آرزو داری؟ چی میخوایی؟ چی بخوای؟ چرا عزیز دل آرزو نداری؟ نیست کار بارم نیست. بزرگترین آرزویی که داری یعنی در فکرت که میگرده چیست شیرینم؟ هیچ. چرا هیچ؟ نیست کار بار چیزی. تو تنها فقط کار میخوایی دیگه هیچ آرزوی در سر نداری؟ میخوایم درس تعلیم مجبوری یک چیز شویم. خب تا چند بجه داری بازار کار میکنی؟ تا 6 بجه. تا 6 بجه شام. آیا اینجا خیلی سرد است؟ آیا تو یخ نمیزنه؟ خب میدانم دیگه مجبوری است. مجبوری است؟ یعنی در این آوان کودکی با این قدر مجبوریت که روبرو شدی برات سخت نیست؟ هست خود چی کنیم یک کار بار نیست. در آینده میخوایی چی شوی؟ به کجا برسی؟ میخوایم یک دکتر شویم. میخوای دکتر شوی؟ دوستای عزیز با این کودک خرد و آرزوی بزرگ وقت دکتر شوی آیا برای کودکایی که در روی بازار کار میکنن کمک میکنی؟ بله. خب دوستای عزیز با این کودک ناز که ما مصاحبه کردیم میگه میخوایم دکتر شوم و وقتی که من دکتر شوم یعنی میگه با کودکایی که در شهر کار میکنن میخوایم کمک بکنم. انیل جان بر آرزوی موفقیت دارم عزیز دل. خیر بینید. سلامت باشی جگر. خیر چیزی. با امیدی که یک روز بخیر دکتر شوی بتانی از این رنج و تکلیف خلاص شوی. درست است؟ مگم درس بخوان کوشش بکن انشالله میرسی. خب زندگی خیلی مشکلات زیاد داره. درست است عزیز؟ آفرین باید قوام باش. صحیح درسته؟ آفرین شیرینم. دوستای عزیز امید که جور باشین. دوستای عزیز بازم ما با یک تن از جوانان صحبت می داشته باشیم و از کاربارشان پرسان میکنیم که چی میخواین. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر الحمدلله. خب اسم شما؟ عید محمد. مصروف چی کاربار است؟ عندما سینمای پامیل سر چاره قروس سودا میکنم. خب ایره که سودا میکنی روزانه آیا کاربارت میشه یا خیر؟ خوب شکر از دیگه ناشکری نمیکنیم دیگه. درس خواندی؟ های. چقدر درس خواندی؟ تا صنف 9. چرا بعد از او؟ میخورم تا صنف 9 هستم. خب در آینده چی آرزو داری؟ در آینده دیگه کشور ما چی شود دیگه پیشرفت کنه. خب بزرگترین آرزویی که بعد از درس خواندن در سرت میپرورانی چیست؟ میخوایم انجینیر شوم. خب انجینیر شوی. وقتی انجینیر شوی بخوای ازدواج کنی طبعا چگونه خانم بخوای که در زندگی باشه؟ تحصیل کرده و یا نه؟ تحصیل باشه. تحصیل کرده. فرض بکن که خانمت مثل مار یک دختر خانم خبرنگار باشه باش ازدواج میکنی؟ شاید دیگه. چرا شاید؟ مثالش یعنی دختر خانه باشه، دختر خوب باشه. خب اگر از نگاه مسلک و تحصیل خبرنگار باشی خوب است دیگه باشه. خبرنگار با خبرنگار مشکل نداری؟ نه خیر گپ نه. خانم دوست داری که خانم آیندت پیشرفته؟ چرا نه.
خب امید که همیشه موفق باشی در کارایت و بتانی که کارایت به خوبی پیش ببری و با آرزوی موفقیت در رسید درس و تحصیل هستی. زنده باشی. تشکر. بخیر باشی. سلام دوستان عزیز، باز هم با یکی از دستفروشان در سایه سینمای پامیر گفت و شنودی می داشته باشیم. در نخست پیش خود معرفی کنید. سلام علیکم، اسم سعید حسین آقا است، یک دستفروشان سینمای پامیر. خب سعید حسین جان، چقدر وقت میشه در اینجا کار میکنی؟ ما با مدت 7 سال است که اینجا دستفروشی میکنم. طبعا وقت در کشور تولد من کار کم میشه، اما الحمدلله تا فعلا راضی هستم. یک دو سه هفته شده که ما چون چه گپ از کارا کم شده، یک دو سه هفته شده. از این پیش در یک سال فضل خدا الحمدلله خوب بود، اما یک دو سه هفته شده کار کم شده. خب سعید حسین جان، یعنی کارا وقتی که کم میشه، آیا با این کاری که تو در روی بازار میکنی میتونی که خرج و مصارف به فامیلت پوره بکنی؟ والا کدام چاره دیگه نه، مجبور هستم دمی چاره ایت کنم، چون که دیگه دستاورد ندارم. کشورم فهمید مامور نیست، دولت هم کدام کار نیست، مجبور دارم کار راضی باشم دیگه، کدام راه چاره ندارم. ما که در سرمایه کم خارج رفتن خارج کار کنیم، دم اینجا الحمدلله دیگه راضی هستم دیگه، چاره هم ندارم دیگه. آیا تحصیل کردی؟ تحصیل فی 12 تحصیل کردم، چون اقتصاد یاری نکرد از بعد خونده نتونستم دیگه. خب سعید حسین جان، در آینده چی میخوایی که مثلا چی کاره باشی و خواهان پیشرفت هستی در این کارت، یا میخوایی که یک دکان بزرگ را؟ طبعا هر کس میخواد که پیشرفت کنه، طبعا میخواد. ما هم راضی نیستیم که هوای سرد، هوای گرم در روی سرک باشه. میخوایم که دکان داشته باشیم، دولت ما کشور ما آرام شود، که کشور ما دولت ما ترقی کنه، از این محتاجی و از این بدبختی برایم که در کل تنها من کل باید ملت افغانستان بیچاره باید برایم. سلامت باشید. بخیر باشید، تشکر، سلامت باشید. سلامت باشین. سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند سر باشیم. باز هم دوستای عزیز، ما آمدیم به یکی از ساحه‌ای که مواد خوراکی مثل چبلی کباب و بولانی و برگر فروخته میشه و میخوایم با یک تن از جوانانی که دیگه کار میکنه مصاحبه داشته باشیم. سلام، وقتم بخیر. وقت شما بخیر. اسمتون؟ فیصل هستم. خب چقدر وقت میشه که کار میکنی شما؟ تقریبا مدت 4.5-5 سال میشه. خب از کاری که میکنی راضی هستی؟ بله، رزق روزی حلال سودا میکنیم، پیسه شما حلال است. میشه برای من بگویی که چقدر تحصیل کردی؟ تحصیل راستش تا صنف 10. چرا 10؟ روزگار دیگه. عاشق خونه؟ نه، عاشق نیستم، دوست دارم دیگه. یک نفر. خب دوست داری؟ خب زیاد دوست داری یا کم؟ زیاد دوست دارم.
زیاد دوست داره یعنی دوستی ما سیتار در دست از او است در دست ما هم است. داده سردی تا یک داره. خیلی خوب دوستای عزیز، این جوان عاشقم برآمد دیگه. عاشق نیستم، دوست دارم. عاشقی حال دو روز هستم. حالا هر کس عاشق است. از اینجا تیرش تک مثلا به نظر از یا خوب بود موضوع عاشق شد دیگه. خب یعنی عاشق شدن تا دوست داشتن فرق داره؟ 100%. فرق بین عاشق شدن و دوست داشتن در چیست؟ فرق بین عاشق شدن و دوست داشتن زیاد است. مثلا کسی را که دوست داشته باشی دیگه از ته دل فعلا به ایش میاندیشی که به او برسی، چرا که چی آرزوهایی که او داره بتونی خوش بسازیش نمی خوب است برش. اگر نه که نتونی او را خوش بسازی خوب نیست و دوستی یک طرف هم در درد نمیخوره. ولی بعضی از دیگه وقتا پیش ملاواز زیاد شده میره دیگه اون البته تاویز میکنم دیگه کپاس دیگه از ما دل پاک است. خب میخوای باش ازدواج بکنی؟ انشالله در آینده نزدیک یا طولانی مدت؟ این سال آخر شب بخیر دیگه در 2014 نمیمونم شد 2004. خب دوستای عزیز این حالا بسیار جالب، بسیار اما تو رومانتیک حرف زدن. با امیدی که برش برسی انشالله با دعای شما. سلامت باشی. ما آرزو داریم که خوشبخت باشی همیشه در زندگی و با امید موفقیت. خوشبخت باشین شما همیشه. سلامت همچنان. ما با یک تن از کارمندان شرکت مدت می‌گفتم که مدت سلامت باشید در گرامی. چند مدت میشه که شما در ریاست پدر جان با حکومت امارات اسلامی که وقت آمده آیا تغییر در وظیفه شما رو نمای بر ماستر شده؟ آیا خواهان ازی هستیم که این مقدار ماستن خب پدر جان شما از طرف روزانه کار میکنید؟ وقت از طرف شب که نماز وظیفه میکنید آیا سر نمیشه مشکل براتون پیدا دوستای عزیز شما ببینید یعنی این وقتش نیست که ما کار بکنن، یعنی وقتش هست که باید در خانه باشه و راحت باشه. ولی باز هم ببینین دوستای عزیز که برای وطن خود خدمت میکنن. شبها خیلی سرد هستن، شبهای امروز زمستان و امسال زمستان کابل و افغانستان خیلی سرد است. در این هوای سرد شما میبینید که با چی مشکلات از طرف شب برای ما خدمت میکنن. پس برای ما و شما هموطنان عزیز لازم است که در صفایی کشور خود در نگاه کردن افزایش خود کوشا باشیم تا بتانیم ما هم در عرصه نظافت خود سر گرفته و برای یک سهولتی را موجود بیاریم.
سلام حضرت جان. جان بخیر خوب جان شیخ بخیر جان خودی را خوب است خوب هستین؟ صحت شما خوب خیر است؟ باشین زنده باشین جان بخیر باشین آرام باشین سلامت باشین خب شما در روی بازار دست فروشی میکنین؟ بله بله وقتی که شما دست فروشی میکنین آیا مصارف خانه شما را پوره میکنه؟ نه همشیره نه میرم از خانه قضا موندیم بلبر قضا موندیم خب در خانه چند نفر هستین؟ در خانه ما 18 نفر خب تنها خودت کار میکنی؟ بله تنها خون کارگر هستم پدرم سفید است تنها یک بچه هستم خب زندگی برات خیلی دشواری‌های بزرگ ایجاد کرده، یعنی آیا با دشواری‌ها کنار آمده میتونی؟ بله آخر میتونیم خب وقتی که کار میکنی در اینجا روزانه چی مقدار کار میکنی؟ آیا مصرف خانه تا پوره میکنه؟ آیا نه همشیره دو سر پر 14 میفروشیم سر پر 14 کسی میخرن 90 میگن 80 میگن که سر پر نمیخرن خب من حیث یک دست فروش یعنی چه خاطری آیا خاطری زندگی خوش در زندگی داری و یا خیر؟ بله چطور میگم شکر جان موجود است شکر که برای کار میشم اگر نشه خون چی بخوریم خب دوستای عزیز بهترین جالبترین خاطری زندگی ای است که میگم من همیشه به جان و جورم شکر میکشم. غمگین ترین خاطری زندگی چیست؟ ما شکر میکشیم جانم که جور است غمگین ترین خاطری زندگی تان یعنی آن چیزی که شما رو در زندگی خیلی رنج داد. بله هم شیرا خب غریبی مشکل است رفتیم چاله فروشی کردیم دست فروشی کردیم کارچونی کردیم مزدوری کردیم اشتک بدیم کلان شدیم من بازم شکر پدر مادر ما را دست دوزی ما را چی نکرد دست ما دوزی برد دوجه بمرد پرد جو برد که پرد بازم شکر میکشیم معلوم من حیث یک دست فروش از دولت امارت اسلامی که در افغانستان حاکم شده چی خواهید؟ این خواهش نداریم خوب است که مشیره آمده خوب است فعلا دوزیگم است اونقدر کار نیست یعنی از دولت امارت اسلامی خواهان عزیزتین که کار بر شما مهیا بسازه؟ بله کار بسازه کار باش چی کنی حالا چیزی کارچوان است می کلی کمان کارچوان است می کاربار نیست ما شکر میکشیم اومده خوب است دوزیگم است من مال کار نیست دوستای عزیز یگانه خواهش مردم افغانستان فعلا کار شده. با هر کی که صحبت می داشته باشیم میگن ما میخوایم که در افغانستان کار باشه، یعنی از تمام تحولات و تغییراتی که در افغانستان آمده راضی هستند، ولی یگانه خواهش مردمی است که کار داشته باشه که بتونه از مهاجرت های غیر قانونی که جوانان با مرگ و دست پنجه نرم میکنن و بالاخره یعنی آواره کشورها میشن و جان خود را به خطر مندازن اما آینده هم نمی داشته باشن. بزرگترین آرزوی یک فرد ملت افغانستان کار شده. با امیدی که دولت امارت اسلامی در این عرصه بتونه کاری بکنه که برای جوانا کار پیدا بکنه تا از مهاجرت غیر قانونیشان تا از مشکلاتی که در زندگیشان رونما شده تغییرات بیاوره. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی که من ندا محمدی برای شما تقدیم کردم. برای دیدن ویدیوها و برنامه های بیشتر ما چینل ما را سابسکرایب کرده و زنگولک را فشاردید. برای بهتر شدن برنامه های ما نظریات خیش را کامنت بگذارین در پایین ویدیو ما تا بتانیم که ما مشکلات شما را بر رخ دولت حکومت و بر رخ سالاران این حکومت بکشیم. هدف ما خدمت به شما و رونما کردن حقایق است. تا برنامه بعدی که باز هم من در خدمت شما قرار میگیرم تک تک شما را به الله پاک میسپارم. وقت خوش، الله نگهدارتان. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.